با نام و یاد خداوند متعال. سلام، داود کاظمی هستم و میخواهم که ویدیوکست خود را در رابطه با ورزش در هرات آماده کنم. امیدوار هستم که تا آخر با ما باشید. می‌بینیم که ورزش فوتبال در بین شهروندان هرات جایگاه خاصی برای خود آماده کرده است و شهروندان هرات را برای خود مجذوب کرده است. می‌بینیم که شهروندان هرات در کنار تماشای فوتبال یادی از نماز خود هم می‌کنند. حالا وقت نماز است و آنها به طرف نماز جماعت خود می‌روند. در کنار ورزش فوتبال، والیبال نیز طرفداران خاص خود را نیز دارد. خارج از استادیوم ورزشی هرات، کسانی هم هستند که ورزش والیبال را دوست دارند. ورزش در هرات گسترش چشمگیر پیدا کرده است. پس ورزشکار باشید تا تندرست باشید.